بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، از سخنان زیبا و ارزشمند همکار گرامی من جناب مفتی حفظه الله تعالی استفاده کردیم. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. در الجامع الصحیح صحیح بخاری شریف روایت آمده است که روز حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با جمع از صحابه که در محضر ایشان نشسته بودند صحبت می کرد. کسی از میان وسط بلند شد و گفت که یا رسول الله، قیامت کی برپا می شود؟ چه زمان قیامت برپا می شود؟ آن حضرت به صحبت او هیچ توجه ظاهری نکرد و سخنان خود را ادامه داد. بعضی گفتند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم شاید صحبت ایشون را نشنید. بعضی دیگر گفتند که نشنید ولی نپسندید. صحبت را که آدم نپسنده جواب نمیده، معنیش اینه. و صحبت را که نشنود هم جواب نمیتونه بده. صحبت آن حضرت که تمام شد، رو به اونور کرد که سائل کجاست؟ او شخص بلند شد، او خود را بلند شد و گفت که یا رسول الله، سائل ها انا یا رسول الله، سائل منم یا رسول الله. آن حضرت فرمود که سائل کو؟ یعنی چه کسی سوال کرد؟ او گفت که منم سوال کردم یا رسول الله. فرمود که وقتی کار به دست آن حضرت فرمود وقتی که امانت ضایع بشه، قیامت زمان برپا می شود که امانت ضایع بشه، امانت داری نباشه. معلوم میشه که امانت خیلی مهم، امانت داری. و اگر در دنیا امانت داری نباشه، معنی این که توی دنیا خیری نیست. این دنیا قابل بقا نیست، این زندگی قابل ادامه نیست، این زندگی ارزش نداره. زندگی بشر، زندگی انسان که وقتی امانت داری نباشه، قیامت که برپا میشه، معنیش همینه که دیگه بقا ارزشی نداره. زندگی بی فایده، بی سوده. فرمود وقتی که امانت ضایع بشه، حدیث آمده است که لا ایمان لمن لا امانت له. ایمان نداره کسی که امانت نداره. ایمان و امانت از یک ریشان، از لحاظ عربی، از لحاظ لغت. خود ایمان امانت داریه. اگر ایمان باشه امانت داری نباشه، ایمان نیست. ایمان زمان ایمانه و معتبره که امانت داری باشه. خود ایمان از امانت از یک ریشان. فرمودن وقتی که امانت ضایع بشه، قیامت برپا میشه. حالا همون سائل یا کس دیگه سوال کرد که یا رسول الله،
امانت داری چگونه ضایع میشه؟ امانت چگونه ضایع میشه؟ خب ظاهر امانت ابی امواله به نزد ما، نزد اون مردم، اموال مردمه، دارایی مردمه، امانات مردمه. ولی حضرت تفسیر جالبی اینجا بیان کردن. فرمود وقتی کار به اهلش سپرده نشه، کار وقتی که به اهل، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، فرمود وقتی کار به اهلش سپرده نشه، کسی که لایق این کاره، لیاقت این کار داره، وقتی کارها بر اساس لیاقت نباشه، بر اساس کاردانی نباشه، بر اساس تخصص نباشه، بر اساس رابطه باشه، بر اساس ضابطه نباشد، قیامت برپا میشه. درسته که مال هم امانت، مال بیت المال دست حکومت های دنیا، بیت المال امانت، مال مردم دست هر کسی از ما بیفته امانت، راز مردم دست هر کسی از ما باشه امانت هست. این هم امانتان. امانت خیلی معنای گسترده، معنای وسیع و معنای شاملی داره. اما از مهمترین موارد امانت که اینجا حضرت برجسته کردن او را، او پست ها هستند، مدیریت ها هستند، کارهای جامعان، کارهای مردمان. این پست ها که دست حکومت های دنیا، دست دولت ها هستند، دست حاکمیت، این کارها باید بر اساس این پست ها بر اساس شایستگی باشه، نه بر اساس رابطه، نه بر اساس قرابت و خویشاوندی. بلکه بر اساس لیاقت باشه، شایستگی باشه، توانمندی باشه. آن حضرت فرمودن وقت کار را شما به دست کسی بدید که شایستگی نداره، امانت ضایع شده. و علامت، این علامت آنه که قیامت دیگه برپا میشه. و تشریع حدیث اینه که قیامت دو تا قیامتان، یک قیامت صغرای، یک قیامت در همین دنیاست و یک قیامت، او قیامت آخرت. توی دنیا وقتی امانت به امانت دار سپرده نشه، کار به توانمند سپرده نشه، کار به شایسته یک کار سپرده نشه، بر اساس شایستگی نشود، قیامت اینجا هرج و مرج، همین اعتراضات، همین هرج و مرج و اضطراب، ناراضگی مردم، شکایت مردم هست. میگن امروز توی عرف مردم، میگه من رفتم امروز، خبر نداری توی بازار چه بود؟ میگه قیامت بود. آقا قیامت همینی که هرج مرج باشه و اضطراب باشه، استرس باشه، پریشانی. توی قیامت مردم پریشان میشه، جای اضطرابات، جای نگرانی است.
لہذا از موارد مهم و برجسته امانت آن توی تمام دنیای اینجا یک جای خاص نیست که امانت به اهلش سپرده بشه، کار به کاردان سپرده بشه، کار به شایستگان کار سپرده بشه، کار بر اساس ضابطه سپرده بشه، بر اساس لیاقت، نه رابطه، نه قرابات و نه مسائل دیگر. امروزه یه مسئله که مقدار دغدغه به وجود آورده است توی کشور ما به وجود آمده، همین سامانه مولد سازی است که بخشی را از اموالی که به عنوان دولتی یاد میشن و در واقع اینها دولتی نیستند و اینا بیت المالن، در دست دولتن. دولت امانت داره، حاکم امانت داره و این مالها فرمان داده شده، دستور داده شده که به هیئت 7 نفره اینها را بتوانه به فروش برسانه و کسری بودجه سال را، سال جدید دولت را تامین بکنه. و دغدغه مردم از اینجاست که این اموال بیت المالن، دارای مملکتن، اعتبار کشورن، اعتبار ملت و خاطره تلخ مردم دارند از خصوصی سازی کشور، که در خصوصی سازی کشور اموال را، خیلی کارخانه ها را، خیلی شرکت های قدر را به فروش رساندند و بعضی از ارگان های با نفوذ اینها را خرید کردند و بعضی از شخصیت ها یه پرنفوذ کشور وارد شدند و از نفوذشون استفاده کردند و به قیمت ارزان خریدند. حالا این توی کشور این شایع شد که این اموال که دولتیان و به خصوصی سپرده شدن، خصوصی سازی انجام گرفت، به قیمت واقعی بعضی از اموال، بخشی از اموال فروخته نشد. این توی جامعه خیلی شایع شد و وقتی که به قیمت اصلی چیزی فروش نره ضرر ملت میکنه و اینها هم از سرمایه ملی هن، ثروت ملی هن. الان هم دغدغه‌ای که موجوده و بسیار توی این مسئله حرف دارند و همه اینها از معترضین نیستن، بلکه توی مجلس اعتراضه، در خود بدنه حاکمیت اعتراضه، در خود بدنه دولت اعتراضه و اعتراض همه اینه که میترسن که اینجا هم کسان نفوذ پیدا بکنن و بیت المال به قیمت ارزان ببرند. از اون سابقه و ذهنیت که در فرمان خصوصی سازی در ذهن مردمه، این دغدغه امروز در ذهن ملت به وجود آمده است و لحاظا ما هم همین توصیه را می کنیم
و هشدار میدیم که بهرحال مسئولان در جریان باشند. بهترین رای اینه که این کسری بودجه از جاهای دیگر تامین بشه، از فروش نفت و از مثلا درآمدهای دیگر، ولی که هیچ رای داشته نباشه. این دغدغه در ذهن ملت و ذهن ملت مشغول کرده و این اموال بیت المال هرچه محفوظ بشه، هرچه بمانه. این اعتبار کشور و مهم این نکته که هیچ شاید امانت اینقدر مهم نباشه که بیت المال مهمه، بیت المال حساسه. سرمایه ملی است متعلق به تک تک مردم. رضایت اینها حاصل نمیشه اگر یک جایی در یک مال شخصی قصور بیاید و کوتاهی آدم میتونه جبران بکنه، معافی بخواد از او، ولی مال وقت ملت از کدوم یک نفر کسی میتواند که معافی بخواهد؟ روی این غنیمت سنگین بوده که اگر در او مشکل ایجاد بشه و همچنان سنگینه در حفاظت بیت المال. امروز در کشور ما یک اختلاف بزرگ در جریان هست و او اختلاف پیدا شده که خود همه میدانند یک چیزی است که عیانه و ظاهره بین بخشی از ملت، بخش بزرگی از ملت و بین بهرحال حاکمیت و دولت و نظام. و من چند تا مطالب و رهکار من امروز عرض می کنم اینجا، انشاءالله به فضل الهی و توفیق الله شامل حال باشه. راه بنبست باید راه خروجی داشته باشه، برون رفته معقوله که ضررش کم باشه داشته باشه. به اذن الله تعالی مطالب عرض می کنم که این شاید مفید باشه به ذهن بنده و برداشت بنده و اون اختلافات به هر حال از نه چندین ماه بلکه چندین ساله که جریان داره و اوج گرفته، حالا خیلی وسیع شده است. ملت خواسته های داره، مطالبات داره، تغییرات میخواهد و حاکمیت و نظام هم بهرحال هم برداشت های داره و مسائلی داره و از قدیم وقتی که اختلاف پیش می آمد به حکمیت مراجعه می کردن، گروه می نشست از دو طرف، از هر طرف گروه می نشست و این مسئله را بررسی می کردن که رای حل چیه. حرف طرفین می آوردن، تجزیه و تحلیل می کردن و برای حل می گشتن، دنبال می کردن. قرآن هم حکمیت را تایید کرده، حکما من اهله و حکما من اهلها گفته در یک خانواده اختلاف اگر پیش بیاید فرموده حکمی از زن باشه و یک حکمی از شوهر باشه. زن و شوهر وقت اختلاف پیدا می کنند، اختلاف زن و شوهر هم مهمه
بشینه این دوتا اگر صداقت داشته باشد الله کمک میکنه، مسئله حل میشه. و لحاظا حکمیت مهمه که خود قرآن مؤید آنه، حکمیت مهمه که در حدیث آمده است، حدیث و سنت و سیره مؤید آنه. حکمیت مهمه که در خود زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اختلافی که با معاویه حاصل شد در میان مسلمانان اختلاف پیدا شد، لہذا از حکمیت کار گرفتا. حکمیت تاثیر گذاره. و من یک نکته را عرض می کنم تا من به اینجا بتوانم برسم، و او اینه که 44 ساله که جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در ایران برقراره. سال 57 وقت انقلاب پیروز شد، به قیادت رهبر فقید انقلاب فرمودن که من اسلام ناب را می آورم. ناب اسلام خالص را میگن. گفتن که من اسلام ناب نافذ میکنم توی ایران. همه خوشحال شدن، استقبال کردن. و به هر حال اسلام، در اسلام برداشتها متفاوتن. خوب مردم اینه دقت کنید عرض بنده را. قرائت ها در اسلام متفاوتن. یک قرائت در اسلام نیست، یک برداشت نیست. رهبر فقید انقلاب اسلامی همون برداشت خودشون و قرائتی که این بزرگوار معتقد بود آوردن توی کشور، و الان هم همون قرائت جریان داره، همون برداشت جریان داره. من گاهی صحبت‌های اینجا جلو گذشته هم از چندین سالی که میکنن و معتقدم که بعد از اسلام گفتن شما این صحبت‌ها را میکنید، من گفتم من دفاع از اسلام میکنم. این هم مسئله را مطرح میکنم که در اسلام قرائت ها مختلفن، دیدگاه ها مختلفن، تا الحمدلله مردم میدانند، بیشتر بدانند. یک قرائت و برداشت در جریانه و تا حالا به همون عمل شده، همون برنامه ریزی شده، ولی یک قرائت دیگری، یک برداشت دیگری، این برداشت ماها هست از اسلام. ممکنه هم در اهل سنت هم برداشت بعد متفاوت باشه، در شیعه برداشت متفاوت باشه، و مردم اینا را باید بدونند. یک برداشت ما از اسلام داریم و برداشت ما از اسلام همون عدالت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. چار سال دوران خلافت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، خلافت راشده، خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و کل خلفاء راشدین، و دوران طلایی حاکمیت رسول اعظم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. قرائت ما همینه، برداشت ما همینه. ما اعتقاد داریم و این ربط متوجه باشید که توی این قرائت ما تفاوت خیلی بزرگی وجود داره. ما معتقدیم به امانت داری، به صداقت، همون صداقت و امانتی که سیدنا علی داشتا. توی این قرائت عدالت موجوده، مهمه، آزادی مهمه،
آزادی های بیان، آزادی های کلام، احزاب، تشکل و همه این فعالیت های سیاسی آزادن، فعالیت های اجتماعی آزادن. و این اعتقاد که آزادی از صدر اسلام بوده. تو این برداشت انتقاد آزاده، از حاکم انتقاد بشه. انتقاد کردن از خلفای راشدین انتقاد بوده، انتقاد آزاد بوده. زنان انتقاد کردن، مردان انتقاد کردن، پیرزنها انتقاد کردن. انتقاد آزاد. حاکم توی این برداشت، حاکم به عنوان خلیفه یاد می شده یا امیر المؤمنین یاد می شده یا شخص آن حضرت. همه این حاکم ها انتخاب مردم بودند. خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می فرمایند که من از شورای که بقیه خلفا را انتخاب کرده من انتخاب کردم. از دلیل انتخاب کردن. این برداشت آنه که هیچ حاکمی از جانب خدا تعیین نیست. پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم که خودی حکومت را اساس گذاری کردن، در راس حکومت بودن، اطاعت آن حضرت برای همه واجب بود. اطیع الله و اطیع الرسول آمد، من یطع الرسول فقد اطاع الله. ولی بقیه از ابوبکر صدیق گرفته تا خلفای راشدین تا سیدنا عمر تا سیدنا عثمان، علی، همه انتخاب مردمان. اعتقاد همینه که مردمان که سرنوشت خود را باید تعیین بکنند. مردمان که حاکم خود را مشخص میکنند. در این اعتقاد حاکم یک حاکمه، حکومت یک درسته. ما به قانون اساسی را داریم. توی قانون اساسی بعضی چیز است که ما اعتقاد من نمیخوره، ولی بالاخره جمهور را داده، ما قانون اساسی را قبول کردیم، گرچه در این قانون اساسی انتقاد داریم. ولی در این برداشت اسلامی و دینی آنه که حاکم باید مردم تعیین بکنن. حاکم او زمانه که به عنوان امیر المؤمنین یا خلیفه یاد می شده، امروز همه رئیس جمهور است. حاکم که در راس مملکت در صدر اسلام همین بوده. ما هم به همین اعتقاد داریم. تو این اعتقاد اگر این برداشت باشه، ما اعدام به طور کلی نداریم بغیر از قصاص داریم. موارد خیلی نادر دیگر ولی نیست، اونها اجرا نمیشن، یعنی وجود ندارن، مگر شاذ و نادر. تنها قصاص که اجرا میشه توی برداشت ما از دین اسلام اعدام نیست. حالا این اعدام ممکنه در یک کشور دیگری هم باشه، دیگه کشورهاست، کشورهای مسلمان، غیر مسلمان، ولی توی این برداشت اعدام وجود نداره. توی این برداشت اعتراف اجباری مردوده و هیچ جایگاهی نداره. اعتراف بالاجبار نیست. توی این برداشت عزیزان من
مردم میتوانند به راحتی از حاکمشون حکومتشون انتقاد بکنن. اینجا عرض به حضور شما که این یک برداشتی است، برداشت دیگری است، آزادی هست. توی این برداشت همانطور که مردان حق دارن، زنان هم حق دارن. تعلیم زنان، تعلیم برای زنان و مردان تفاوت نداره در این برداشت. خطابای قرآن و حدیث همه مشترکن بین زن و مرد. توی این برداشت همه اقوام، همه مذاهب، همه انسانها در حق و حقوق مساویان. توی این برداشت اصل انسانیت هست و روی انسانیت فکر میشه و حقوق تمام رعایت میشه، عدالت. و این برداشت با تبعیض سرسخت می جنگه و مخالفه. تبعیض نیست توی همه مردم یک کشور، مردم یک قلم رو زیر چتر عدالت قرار میگیرن بر اساس شایستگیه، بر اساس توانمندیه، نه قومیت و نه مذهبه. و مشت نمونه خرواری که من خدمت شما عرض بکنم، این برداشت اگر جای از دنیا کاش که این اجرا می شد و تا همه ما می دیدیم این را، ولی من اینجا این نکته را عرض می کنم برای مردم عزیز ایران که این برداشت ما هست و ما اصراری نداریم روی این موضوع. ما نمیگیم که حتما برداشته، این برداشت فرصت بدید، 1-4 ساله بدید، 1 سال بدید. تو این برداشت زندانی سیاسی نیست. قبلا من گفتم که اگر ما اختیارات می داشتیم ما 1 شب زندانی سیاسی را نگاه نمی داشتیم. چرا که زندانی سیاسی اونی که حرف بزنه، انتقاد بکنه. آقا از انتقاد استقبال میکنه، از حرف زدن که کسی حرف مخالف بزنه استقبال میکنه. ولی به هر حال این برداشت ما از دین اسلامه و برداشتها متفاوتن. ما به برداشتمون اصرار نداریم. ما معتقدیم که تنها راه حل این اختلافی که در ملت ما پیش آمده، مردم ما پیش آمده، تنها راه اکثریت مردمه. ببینید که اکثریت چه میخواهند. هیچ کسی به هر حال معتقدیم که بر مسیر خودش، بر راه خودش، برداشت‌های خودش اصرار نکنه. ما ببینیم که اکثریت چه میخواهد. اکثریت هر چی که میخواهد به همون تن بدیم. تابع اکثریت باشه. ملت ایران اکثریتشون امروز چه میخواهند؟ چه نظامی میخواهند؟ چه سیستم و فرمول میخواهند؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفتی از خشونت. با هم درگیر نشیم، مردم درگیر نشن،
با مردمم درگیری نشود. راه زندان و سرکوب نیست، راه حکمیت، راه فکر صحیحه. ما ببینیم که جمهور چه میخواهد. اگر جمهور دیگر نظام حکومتی میخواهند، دیگر سیستمی میخواهند، دین به جای خودش محفوظ باشه، مراکز دینی حفظ بشن، کار خودشون بکنن، دین آزادی خودش را داشته باشه، این بهترین راه برون رفته. و ما به همین را میرسه که فکر کنند، همه بزرگانم فکر کنند، مردمم فکر کنند و بتوانه ملت ایران وحدتش حفظ بشه، همبستگیش حفظ بشه. ما ایران را مربوط به همه ایرانیان میدانیم. ایران متعلق به تک تک ایرانی ها، از هر دین و از هر مذهب و از هر قومی باشند. و برای ما مطرح همه وحدت ایران، همبستگی ملی، همبستگی ایرانیان. و اگر ما با مسالمت آمیز و از طریق راه صحیح بتوانیم مسئله منحل بکنیم و کنار هم باشیم و هم زندگی کنیم به صورت راحت، این هوشمندیه، این راه عاقلانه و بهترین راه ضایعات و نقصانش کمه. و تاکید میکنم بنده به آزادی زندانی ها، علما زندانان، بسیاری از علما در استانهای مختلف، مخصوصا کردستان، سیستان و بلوچستان و بهر علما آزاد بشند. علما وجودشون مایه خیر و برکت هست. علما حرفی زدن، دل سوزن، خیرخواهن، جامعان، اندیشمندان و دیگر طبقات مختلف و زنان و جوانان و طیفهای مختلف، همانطوری که بسیاری آزاد شدند. و من عرض کردم که قدم مثبت، این نکته مثبتی هست. همین آزاد کردن زندانی ها تاثیر داره. لذا زندانی را آزاد کنید. زندانی های سیاسی را مخصوصا، و بشینید با اینا صحبت کنید، منتقدانا بشینید با اینها همه صحبت کنند و از راه گفتگو و راه درست و مسالمت آمیز مشکل حل بشه. و اگر اینطور باشه، این بهترین رشد و عقلانیت هست. من امروز از این جلسه که ما فارغ التحصیل لانه همین ساله ما جلسه نگرفتیم به اون صورت ختم بخاری که از تمام ایران میان، یک اعلامیه هم پخش نکردیم ما که جلسه داریم. اگر بعضی علما امروز آمدند که من خوش آمد عرض میکنم خدمتشون، این علما فرزندانشون اینجا اعطای جوایز دارند و لحاظا برای خاطر اون فرزندانشون آمدند و ما هیچ مهمان دعوت نکردیم. گفته از نماز جمعه امروز ما جایزه بدیم به این طلابی که فارغ التحصیلند، خواهران هم هستند و هم این برادران حافظان هم هستند. خلاصه و خیلی مختصر هست، دیگه صحبتی هم ما نداریم و آخرش دعایی هست و نماز جنازه هم امروز بعد از این مراسم برگزار میشه. و یک پیام و توصیه کوچک امروز من هم مختصره، یعنی کوچک نیست، بزرگه، اینجا دارم برای
افغانستان هم یک پیامی دارم که ما واقعا در جهاد افغانستان که با نیروهای اشغالگر جهاد بود و ما این جهاد حق می دونستیم، برای اینکه به هیچ کشور ما اسلامی و غیر اسلامی معتقدیم که اجازه نداره در خاک دیگران بره دخالت کنه و به سرنوشت اونها بخواهد تعیین بکنه. هر ملت حق داره به کشور خودش. ما این جهاد را حمایتمان مادی نبوده، حمایت معنوی بوده. دعا کردیم، حمایت معنوی کردیم و حق می دونستیم این جهاد که وقتی فیروز شد هم خیلی مایه خوشحالی شد برای همه ما. امروز ما هم دعا می کنیم در حق طالبان که بر این کشور حاکم شدند و حکومت اسلامی تشکیل دادند، اما امروز ما هم مشورت میدیم و هم انتقاد میکنیم. امروز اگر ضعفی باشه معتقدیم که ما این برداشت اسلامی مایه که انتقاد سازنده ما اینجا در کشور خودمون بارها گفتن که ما به تخریب اعتقاد نداریم. ما معتقد انتقاد سازنده باشه. طالبان بدونن که انتقاد میشه اینجا، ولی انتقاد سازنده. ما دشمن نیستیم، ما خیرخواهیم و این خیرخواهی را اسلام به ما تعلیم داده. من میدانم که طالبان در فکران که جلوی تعلیم باز باشه، تعلیم زنان و دختران به دانشگاه، ولی حالا شرایط میخواهم مساعد بکنن. ولی من بنده توصیه میکنم که علم حتی یک روز هم راه علم نگیرید. اگر مفاسد هم داشته باشه مفاسد را اصلاح کنید. این نماز نباید جلوش گرفته بشه که تو مسیر نماز و اینجا مشکلاته، نباید نماز جلو بگیرن، نباید حج جلو بگیرن، بلکه مشکلات ها را باید حل کنن. و تعلیم یک روز هم جلوی تعلیم گرفتن ضرر برای مملکت و تعلیم برای زنان آزاد بگذارید که بیاین تعلیم با حفظ شرایط اسلامی کسب کنند و زنان مرد نداره مسئله تعلیم. و همچنان توصیه میکنم از اقوام از مذاهب آنجا استفاده بکنند و توصیه من به طالبان آنی که شایستگان بیاره کار بگیره. علما ممکنه همه پستا را نتوانه اداره کنند، تخصص میخواهد، علم میخواهد، از دانشگاهیان استفاده بکنند. دانشگاهیان داخل و خارج افغان را دعوت بده اونجا استفاده بکنن. کما این که او قرائتی که بنده عرض کردم که ما از اسلام داریم، مگه امروز او قرائت ما اینجا حاکم بود، ما تمام ایرانی هایی که خارجن رفتن تخصص دارن کلا می آوردیم و ما پستا را همه به همین ها می دادیم که دارن. احزاب آزادی آزاد داشته باشن، آزادی بیان اجازه بدن. لازم نیست که کسی 100 سال حکومت بکنه. من فکر نمی کنم که بنیانگذار جمهوری اسلامی ارادش این بوده که اینجا 100 سال 200 سال حکومت بشه. شما 4 سال حکومت بکنید، 10 سال حکومت، 2 سال حکومت، ولی حکومتی باشه که نمونه‌ای باشه، نمونه بگذاری. و از به مسئولان دولت اسلامی افغانستان عرض من اینه که از اقوام پتانسیل
و استعدای اقوام استفاده بکنه، همه اقوام امیدوار کنه به اسلام، همه ملت افغان امیدوار بکنه به اسلام. ولی الحمدلله امنیت خوبی در افغانستان است، خیلی خوبی ها هست، ولی ضعف جبران کنید، آزادی بیارید و دیده وسیع بکنید. مواظب باشید که فرهنگ محلی را غالب اسلام نکنید. فرهنگ سخت بگیری های محلی، سخت بگیری ها، ما توی بلوچستان هم قبلا سخت بگیری داشته نسبت به زنان و مبارزه شد با این سخت بگیری ها که امروز ماشاءالله زنان هم در بخش علم سهمیه گرفتند و لہذا فرهنگ های محلی نباید غالب اسلام بشه. اسلام اونه که در قرآن عظیم الشأنه، اونه که در سیره و سنت آن حضرت. اجتهاد فقها اجتهادشون تا قیامت نیست در بسیاری مسائل با توجه به شرایط زمانه، ولی قرآن تا قیامت، حدیث تا قیامت هست. بسیاری از این فتواها قابل تغییرن. فتوای امام ابو حنیفه را شاگردانش تغییر دادن. امام شافعی در یک مسئله 2-3 تا قول داره با توجه به شرایط. از رخصت ها استفاده بکنن، از اقوال بزرگان استفاده بکنن و من توصیم به گروه های که به نام جهاد میخوان اسلام بیارن، برای جهاد میکنن که ما نظام اسلامی را میاریم. بعضی که گروه های خیلی افراط و تند میروند، حمله های انتحاری و کشتن مردم. و به اینها توصیه دارم که آقا این فتوا را اگر به شما کسانی دادن که این جهاده که شما جهاد کنید که نظام اسلامی را بیاورید در بعض کشورهای اسلامی، بنده هرگز به شما این فتوا را نمیدهم. من میترسم که این کشته ها از هر دو طرف به خطر مواجه نشوند. مردم ها به کشتن ندید. برای این که ما نظام اسلامی را از طریق سیاسی بیاورید. شما فرمولی که شما میخواید چه نظام اسلامی اجرا کنید، شما اون فرمولتون مطرح کنید. از راه سیاسی فعالیت کنید، از راه تشکیل احزاب، حزب اسلامی که توی بعض کشورها مثل پاکستان هست در الان تلاش میکنن. شما مطرح کنید بیارید. ملت اگر قبول کرد درسته. به زور سلاح نمیتوانید شما یکی نظامی را ولو که اسلامی باشه بر مردم تحمیل کرد. هیچ کسی این فتوایی را از علماء خبره به شما نمیدهد. از راه خشونت وارد نشید. مردم، این حرف بنده برای همه اون گروه ها هست و همه حکومت ها هست که به نام اسلام توی دنیا کار میکنم. مردم از اسلام فراری ندید. من هیچ گناهی را سنگین تر از این گناه نمیدانم که سبب فرار مردم از اسلام بشه، نفرت مردم از اسلام. و لہذا اسلام با خشونت نمیخواهد بیاید. اسلام مردم قبول بکنن، مردم بپذیرن. شما کار کنید فرهنگی، سیاسی، برنامه تون عرضه کنید، برنامه شما را بپذیرن، راه بدهید درسته. و الا به سلاح و به جنگ بخواه کسی که من یک ملکی را میخوام اینجا اسلام نافذ میکنم، صحیح نیست. این عاقبتش نقصان داره. و ما امیدواریم که اون گروه هایی که در بعض کشورها برای اجرای اسلام، برای نفاذ اسلام تلاش میکنن، سلاح را به زمین بگذارن، برن از راه صحیح سیاسی و تشکیل حزب و فعالیت حزبی
برن کار کنند. ما امیدواریم که توی ملک ما یک مصالحه پیش بیاید که همه کنار هم زندگی بکنند و آنچه که رای اکثریت ما به همون راهی که خواست ملت، اصل ملت هست، اصل اونچه که ملت میخواهد، به زور نه، به رضایت مردم ما به همون نقطه برسیم و مشکلات انشاءالله حل بشه و کشور ما امن بشود. و من به همین عرایزم اکتفا میکنم و توصیه میکنم به همه ما خیرخواهی همه این نکته را میگیم که ما بدخواه نیستیم، ما خیرخواهی همه حرفمون را از روی خیرخواهی میزنیم، دلسوزیم به مسائل، حرفایمون را از روی دلسوزی میزنیم، دشمن نیستیم، ناصحیم و از روی اون تعهدی که در دین داریم این عرایض مطرح میکنیم. به طلاب زن و مرد، دختر و پسر توصیه من اینه که زندگی موشن را وقف کنم برای خدمت دین، برای عبادت الله، برای اصلاح جامعه، برای اصلاح خودمون. ما باید به خودمون برسیم، اصلاح کنیم و همچنان جامعه را و وظیفه سنگینه. به دنیا میل نکنید و زرق و برق دنیا من و شما را فریب نده و میلتون به الله و آخرت باشد و استقامت داشته باشید و تا آخر زندگی خدمت بکنید برای جامعه. و این توصیه آخر بنده به شما نه که خدمت دین و وظیفه شما نیست که تنها برای دین مردم خدمت بکنید، وظیفه شما هست که برای دین و دنیای مردم، دنیا هم مردم در نظر بگیرید، مردم به راه صحیح، راه درست دنیای صحیح راهنمایی بکنید و نفع به مردم برسانید. این خدمت دین، نفع معنوی، نفع دینی، نفع آخرت و نفع دنیا. ما از دنیا هم مال ماست و دنیا هم برای ما حیاتی، آخرت برای ما حیاتی تره. هر دنیا زن و به در هر دو بود برای مردم خدمت کنید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بعد از نماز هیچ کسی از جای تکان نخورید. خیلی مختصری خطبه است و نماز و اعطای جوائز، نامه ها را میخوانند و دعای آخرش مختصر و تمامی. انشالله خیلی مختصر برگزار میشه. همه انشالله می نشینید به جای خود، کسی از مصلی خارج نشه، ابی جای نماز بشینید. برنامه تمام با اعطای جوائز تمام است و آخر دعوانا.